سالها قبل یک شهر عظیم و قدرتمند بود که حاکم ستمگری به نام فیلخوز داشت. فیلخوز با ظلم و ستم بر اهالی شهر فرمانروایی می‌کرد. اما یک روز درویشی فقیر به همراه همسر باردارش سوار بر الاغ از نزدیکی شهر عبور کردند. مأموران حاکم او را دستگیر و به شهر آوردند و اهالی شهر شروع کردند به آزار و اذیت آنها. کار به جایی کشید که زن باردار فرزند خود را از دست داد. درویش خسته و آزرده خاطر نزد حاکم رفت و خواستار عدالت شد. اما حاکم او را مورد تمسخر قرار داده و بیرون انداخت. درویش که دیگر طاقت ظلم و ستم را نداشت، به کوهی در شرق شهر رفت و شروع به راز و نیاز کرد. باران شدیدی شروع به باریدن کرد و شهر را آب فرا گرفت. شهر و اهالی شهر همگی غرق در نفرین درویش شدند و این طوری شد که دریاچه زریبار به وجود آمد. هنوز هم قبر درویش در بالای دریاچه هست که میتونید اون رو در شهر مریوان ببینید.